ایاز شخصی بود که زندگیش را با چوپانی آغاز کرده بود و با گذشت زمان در قصر سلطان محمود غزنوی صاحب منصب شده بود. او اتاقی داشت که هر روز صبح با آنجا سر میزد و موقع خروج به درب آن قفل محکمی میزد. رفته رفته سایر اهالی قصر گمانهای مختلفی را برای او میگفتند. برخی هم از روی حسادت این شایعات را به گوش شاه میرساندند. اوضاع تا جایی پیش رفت که میگفتند ایاز گنج ارزشمندی را در اتاقش مخفی کرده است. بالاخره شاه دستور داد که وقتی ایاز در اتاقش نیست، درب اتاق را باز کنند و گنج پنهان او را به محضر شاه بیاورند. به این ترتیب 30 نفر از بدخواهان ایاز به اتاقش ریختند. قفل را شکستند و هرچه گشتند چیزی جز یک چارق کهنه و یک دست لباس مندرس که به دیوار آویخته شده بود پیدا نکردند. آنها دست خالی به پیشگاه شاه برگشتند و آن موقع سلطان محمود با خنده گفت ایاز مردی درست کار است. آن لباسهای مندرس مربوط به دوران چوپانی اوست. او آنها را در اتاقش آویخته تا روزگار فقر و سختیش را بیاد داشته باشد و به رفاه امروزش مغرور نشود. اصالت رفتار و گم نکردن خود چیزی است که در موقعیت‌ها خودش را نمایان می‌کند. خیلی از ماها می‌گوییم بگذار به فلان موقعیت، منصب یا ثروت برسیم، آن وقت فلان کار را می‌کنیم و فلان و فلان. ولی متاسفانه می‌بینیم که به محض رسیدن به آن جایگاه‌ها هم خودمان را فراموش می‌کنیم و هم دیگران را. در مقام حرف زدن و ادعا کردن همه ما نمره قبولی می‌گیریم، ولی در مقام عمل خیلی از ماها رفوزه می‌شویم. لطفاً این ویدیو رو لایک کنید و برای دوستانتون هم ارسال کنید. همچنین در قسمت کامنت ها نظرات و پیشنهاداتتون رو برای ما ارسال کنید. التماس دعا.